میگرداند. داستانهای قرآنی به طور همیش برای ما درس میدهد. شما بنگرید، این یک ظلم تاریخی بود. ظلم تاریخی از این نگاه بود که یک مردمی در کوههای سلیمان که در مرز هند آن زمان قرار داشت، که این زمان از مناطق پاکستان به شمار می رود، به نام افغان یا به نام پشتون یا به نام پتان زندگی می کردن. اگرچه مردمی کمی بودن و کوچکی بودن، نامی همان مردم را بر بالای یک خطه بزرگ تحمیل کرده شد و نقشه های پلید استعمار، چون که او مردم را دید که این مردم بیرحمترن، او مردم بر همین خطه حاکم گردان. از همان زمان تا این زمان همان مردم حاکمیت دارند. اینجا غرض تعصب نیست. شما یک بار تاریخ را مطالعه بکنید و تعصب را از دیدگاه اسلام مطالعه بکنید که در حدیث سنن ابی داود تعصب چنین تعریف شده است که ان تعین قومک علی الظلم، قوم خود را بر ظلم اعانت بکنی، این را تعصب گفته می شود. اگر زمانی که ظالم را محکوم بکنی را تعصب گفته نمی شود. ظالم به هر لباسی که باشد، از هر قومی که باشد، از هر جغرافیایی که باشد، نام ملا داشته باشد، نام عالم بر سر داشته باشد، لنگی عالم بر سر داشته باشد، ریش بزرگی داشته باشد، ظالم ظالم است. اگر کسی که ظالم را اعانه می کند و در مقابل ظلم ایستادگی می کند به اندازه که توان دارد، الله عز و جل و پیامبرش از او بیزار می شوند، همان طوری که در حدیث شریف آمده است. ظلمهای علنی که در بازارهای من و شما دیده می شود، این هم ریشه استعماری دارد. در اسلام عزیز هیچ جایگاهی ندارد. به نام مالیات در اسلام و در فقه حنفی من و شما خصوصا چیزی نیست. این هم از حلقوم فقیر کش کرده شود، بزور کش کرده شود. دزدی که یک چبلق را از دروازه مسجد دزدی میکنه، ما او را دزد میگوییم. دزدی که بر خانه مردم از طرف شب میداره، ما او را دزد میگوییم. به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود. یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟ این خودش ظلم علنی است، ظلم تاریخی است. اما آغاز این ظلم از همان استعمارهای سابق شروع شده است که تا امروز هم نمی توانند که خود را از این ظلم خلاص بکنند. انسان آزاد آزادانه زندگی می کند. رفاه و امنیت به این معنا نیست که ما تق و تق را از افغانستان گم کردیم. عامل تق و تق خودمان بودیم، خودمان بس کردیم. لکن مردم آرامش فکری ندارند. یک نفر بیچاره اندک صدای خود را بلند بکند که این ظلم است. تاپه های تیار است، تاپه مقاومت، تاپه داعش، ترق بر بالایش زده میشه، ایره میگوین تاپه، بعد از تاپه چاپ است، ببر بزن 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 که تا حتی خاصیته نشر آباد نمان. اگر یک جرمی کرده است چند جرم دیگر را بر بالایش تحمیل بکن، به زور زدن تحمیل بکن، بزن و بزن و بزن تحمیل بکن، کامره را در دم رویش بگذار، بو که همین چیز را میگویی خوب، اگر نمیگویی میکشمت. او بیچاره به خاطر آنکه جان خود را نجات بدهد جرم بزرگی را به زبان خودش اقرار میکند. این صحنه های نه تنها آن که چشم دید بلکه به طور تواتر به من فقیر رسیده است.
اگر به الله قسم بخورم حانیس نمی شوم که من از مرگ و از هیچ قدرتی در دنیا هراس نمی داشته باشم. علنی گپ میزنم و پوسکنده گپ میزنم، در مقابل ظالم هر کسی که باشد ایستادگی میکنم. من نمیتوانم در فردای قیامت در محضر رب العالمین ایستاد شوم و ظالم هم آنجا ایستاد باشد و الله عز و جل من را به همراه ظالم ایستاد بکند و بگوید که ای عبدالشکوری بدبخت، تو چرا صدای خود را بلند نکردی؟